ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 114. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. خرگرگان و روباهان. در سالهای دهیکگیری شریکان همصنف‌هایمان در پیش اعلم بخارا غیاث مخدوم، در جماعه ما گروهمان یک شریک نو پیدا شد. این آدم سر و لباس خیلی آزاده اعلا داشته بخارایی بود. پیدا شدن این آدمی نو، خصوصا که سر و لباسش دارا بودن او را نشان میداد، طالبان دهیک را خیلی در تشویش انداخت. طلبگان قشاق می ترسیدند که این آدمی بای باز یک دهیک را از میان زده می گیرد. حتی طلبگان دارای دهیک گیریشان معین شده هم از این آدم ترسیدند. آنها احتمال جاری می کردند که عجب نیست این آدم از ما بایتر باشد و نرخ دهیک را از ما زیادتر کرده گیرد و ما در سال آینده مانیم. لیکن رفته رفته آن ترس و تشویش طالبان دهیک برهم خوردن گرفت، چون که این آدم نه با قاری جماعه سرسنف و نه با دیگر شریکان پیشتر دهیک گرفته علاقه نبست و حالان که طالبان دهیک با کدام راهی که دهیک می گرفته باشند با این آدمان، خصوصا به قاری جماعه، علاقه بستنشان لازم بود. طالبان دهیک همیشه در خانه ممیز را دیدبانی کرده، کی آمدن و کی رفتن را در نظر می گرفتند و با این کار هم می خواستند که طالب گذرای دهیک بودنشان را به ممیز نشان دهند و هم پاردهندگان را به دست درآورند. به پیش اعلم یگان بار در آمده برآمدن این آدمی نو را خبر ندادند. این هم یک دلیل علاوگی شد برای برطرف شدن ترس و تشویش طالبان دهیک. اما در روز امتحانگیری بروی خط دراری، این آدمی نو در بین طالبان بیشماری دهیک و تماشابینان پیدا شد. نمودار شدن او در آن روز هم سبب تشویش طالبان دهیک نشد، چون که هر کس او را تماشابین گمان کرد و او مانندی طالبان دهیک تقصیر و من کتاب دهید، مرا آزموده بینید، اگر مجروح شوم در امتحان افتم از طالعم میدانم گویان فریاد هم نمی کرد. اما وقتی که کتاب دهی امتحان سر شد، اعلم از همه پیشتر او را جیغ زده کتاب داد و به چگونه خواندن او هیچ اهمیت نداده و لقمه های
ریپلیکه های از طرف تماشابینان و طالبان 10 به او داده شده را ناشونیده وانموده او را بر روی خط 10 گیران درآورد. او بعد از گرفتن 10 هم عرف و عادتی در این کار جاری بوده را نکرد، یعنی دسترخوانی مبارکبادی نکشاد، مبارکبادی گویان به کسی لبی نانی هم نداد و ممیز اعلم هم سرقند 1 پودی آن طرف ایستد، آشی و نانی هم نبرد. خلاصه چنان که ناگهانی 10 گرفتن او به نظر 10 گیران، 10 خوران، طالبان 10 و طلبگان مدرسه عجیب می نمود، یگان عرف و رسم مراسم 10 گیری را بجا نیاوردن او از وی هم عجیب تر می نمود. از بس که او در میانه جماعه ما نو پیدا شده بود، با کسی علاقه و شناسایی نداشت. قاعده دانان و عرف و عادت نگاه دارندگان راهی نمی یافتند که زبان خود را دراز کرده او را توف و لعنت و سرزنش و طعنه نمایند. فقط در غیب او در بین خود می گفتند که خندش خورد، همه را قایل و مات و مبهوت کرد. این باشد در حق او طعنه نبوده، تحسین و آفرین گذرا بود. آدمی نو بعد از گذشتن موسم 10 و خاموش گردیدن گفتگوزاری این مراسم به گروه ما که از 1 نفر شریکان نزدیک فکر تشکیل یافته بود بهانه یافته، علاقه بسته، راه شناسایی و آشنایی کشاد. چنان که از شرح احوال شخصی او معلوم شد، او قاری عباد نام داشته. این غیر آن قاری عباد است که در جلادان بخارا با عنوان شورپوشت دزد قید شده است. حولیش در گذری تحت زندان بخارا بوده است و به این مناسبت او را قاری عبادی تکی زندانی می گفتند. برادر کلان او از عاملان زکات بوده است، اما این به او علاقه نداشته است و این چنین او از درباریان کلان همان زمان خواهرزاده رحمان قلبی دادخواه اودیچی وزیر تشریفات بوده است، لیکن با رحمان قلبی هم علاقه نداشته است. به مناسبت قاری قرآن بودنش مقصوره درست وقف مخصوص قاریان به دست درآورده با درآمد آن زندگانی می کرده است. چون رفته رفته علاقه او با ما بسیار نزدیک شد، من از او برای 10 گیری چند پول خرج کردنش را پرسیدم. او گفت آدمان احمق برای 10 گیری پول صرف می کنند. خدا را شکر من آنقدر ادراک دارم که خندزار و ابلهی بودنی برای 120 تنگه برباد دادن هزارها تنگه را بفهمم. پس چگونه به طرز ناگهانی و اسرارانگیزانه 10 را به دست درآوردید؟ باز پرسیدم. کلانان و منصبداران زمان ما، خواه از جمله سپاه باشند خواه از طبقه علما، خرگرگانند، گفت او و این تعبیری سربسته و عجیبی خود را به طرز زیرین شرح داد. یعنی در پیش امیر و در پیش آن کسانی که در منصب از خودشان بالانشین هستند مانند خر باربردار و آرام می باشند، اما به بالای زیر دستان، به بالای کسانی که در عمل و منصب تابع آنهااند و به بالای اهالی عادی گرگی درنده وحشی‌اند. من این مضمون را در رمن غلامان کار فرمودم. او خاموش ماند و من پرسش خود را دوام دادم.
این تعبیر شما برای کلانان زمان ما توصیفی کوتاهی بسیار پررو است که در زبان تاجیکی برای آنها از این بهتر، روشن‌تر و همه فهمتر تعبیر یافتن ممکن نیست. آفرین. اما برای ناگهانی 10 گرفتنی شما خرگرگان بودنی کلانان چه مناسبت دارد؟ صبر کنید. گویان به جواب خود دوام کرد قاری عباد. در مقابل خرگرگان روباهان هم هستند که بی آنکه با آنها جنگ و جدال کنند راهی با آنها مبارزه بردن را می دانند و من از جمله همان روباهان می باشم. پس برای 10 را به دست در آوردن چگونه روباه بازی را به کار بردید؟ باز پرسیدم من. از آهسته آهسته و دانه دانه سخنرانی کردن او دلم تنگ شده بود. یک روزی درس که اعلم در درسخانه بود و دیدبانان 10 طلب هم اطراف حولی او را خالی گذاشته همگی در گرد و پیش درسخانه دیدبانی می کردند، من یک سبدچه انگوری حسینی را از بازار خریده گرفته برده به حولی او در آمدم و منتظری از درسخانه برگشتنی او شده نشستم. او آمده به مهمانخانهش در آمده، جامه های کوچه پوشیش را کشیده، لباس های روی خانگی پوشیده در جایش نشست. من هم در پیش در میانه دهلیز و مهمانخانه رفته سبدچه انگوری در دست داشته ام را نمایان کرده راست ایستادم. چون چشم او به من افتاد تعظیم کنان سلام دادم. او با اشاره تکلیف کرد که به درونی مهمانخانه درآیم. من در آمده به نزدیک او رفته زانو زنان سبدچه انگور را با 2 دست آداب پیشش گذاشته از جایم خیسته پشتناکی قدم زده در پایانتری خانه رفته 2 زانو نشسته به کنار خود چشم دوختم. تو کیستی؟ چند روز است که در درسخانه ما می نمایی، اما کی بودنی تو را نمی دانم، گفت او. من بی آنکه به او نگاه کنم نام خود و باششگاه خود را گفته خواهرزاده رحمان قلبی دادخواه اودیچی بودنم را علاوه نمودم. چون اعلم نام دادخواه را شنید دقت او به من زیادتر شده پرسید: در این نزدیکی ها اودیچی را دیدی؟ 15 روز از این پیش دیده بودم. مگر کرمی نرفته بودی؟ نه. آن کس یک شبه از جناب عالی رخصت گرفته به چارباغ خود آمده بودند. از بس که به خویشان خود پیشکی خبر داده بودند ما رفته دیدیم، اما بنابر ملاحظه های سپاهی گردی سیاسی آمدنشان را به بیرونه ها نفهماندند و کسانی را هم که از آمدنشان خبردار شده آمده بودند به پیش خود ندر آوردند و ندیدند. خب از درگاه جناب عالی چه ها حکایت کردند؟ اعلم کنجکاوانه پرسید. بعضی گپ های مهم حکایت کردند، اما به هیچ کس نگوی گفته تاکید نمودند. کنجکاوی اعلم باز هم زیاده تر شده. مگر به من هم که استادت می باشم نیز نگوی گفتند؟ باز پرسید اعلم و بی اختیار از جای نشستش لغزیده به طرف من پیشتر آمد. ذاتاً شاگرد شدنی من هم به جناب شما از همان گپی سری دولتی برآمد، گفتم من آتش کنجکاوی او را دامن زدن خواسته. پیشتر بیا، گفت او به من. من یک گز پیشتر رفتم. باز پیشتر گویام آخر مرا به نزدیک خود برد و پرسید: در واقع تو چرا در آخری تحصیل آمده به من شاگرد شدی؟ من به این سخن او خندیدم. چرا می خندی؟ گفت اعلم قدری سرخ شده. اما من نفهمیدم که این سرخشوی او از خجالت بود یا از خشم و علاوه نمود:
مگر من یگان سخنی خنده آور گفتم؟ شما می خواهید که سری دولتی را از من به من نافهمانده دانسته گیرید. اما فاش گردیدن این سیر به من نی، از همه اول به جناب خودتان و بعد از آن به دادخواه ضررناک است گفتم من. اکنون اعلم سراسیمه گردیده سری کلاوه خود را گم کرده دیوانه بر این شده بود و بی‌طاقتانه به گپ در آمد. مادام که فاش گردیدن آن سیر به خودم ضررناک بوده است، من چرا فاش کنم؟ من حق استادی خود را به تو شفیع آورده واسطه کرده می پرسم که آن سیر را به من گوی و من قول می دهم که به هیچ کس نمی گویم. مادام که شما حق استادی خود را به میان آوردید که در نزد من از همه پرقیمت تر است و به بالای این قول دادید که به هیچ کس نمی گویید، من مجبورم که برخلاف قولی به دادخواه دادم آن سیر را به جنابشان عرض کنم گفتم و دوام نمودم. وقتی که من شبانه در چارباغ خودشان با تقایم ملاقات کردم، آن کس از من در کجاها خوانده گشتنم را پرسیدم. من قاضی کلان و چند درسخانه دیگر را که در آن جاها می خواندم نام بردم. دادخواه باز پرسیدم که مگر به ایشان اعلم تا حال شاگرد نشده ای؟ نی گفتم من در جواب. آن کس سری خود را افسوس خورانه به دو طرف جنبانده گفتند از فردا نمانده به ایشان اعلم شاگرد شو و دامنی آن کس را سر ندیه که بعد از سری قاضی بدرالدین قاضی کلان شونده همان کس می باشند. من خاموش ماندم. اعلم در هیجان افتاد و بعد از قدری آرام گرفتن او از من پرسید نپرسیدی که دادخواه این خبری خوش را به کدام دلیل از دهان برآوردند؟ آیا در یگان وقت جناب عالی مرحمت کردند؟ پرسیدند گفتم من و به تفسیر کردن در آمدم. نظر به قولی دادخواه گفتم من به مناسبت پیر شدن قاضی بدرالدین در دربار عالی برای بربالای نامزد قاضی کلان آینده گفتگزار می رفته است. آستان قل قشبیگی قاضی بقاخان را بنابر سید و خود را امامزاده شیعه ها شمردنش طرفداری می کرده است، اما دادخواه و یک چند درباریان کلان بخارایی و قرشیگی طرف جناب شما بودند. دادخواه گفتند که آخر ما عبدالحفیظ بی ایناقی حاکمی چارجوی، نظام الدین خواجه حاکمی ضیاءالدین، اولیا قلبیکی حاکمی کتاب و مرزا نصرالله حاکمی شهری سبز برین غلامان قدردان جناب عالی را به طرف خود کشیده غلبه کردیم و جناب عالی حضرتم قرار دادند که بعد از سری قاضی بدرالدین ایشان اعلم را قاضی کلان کنند، اما تأکید کردند که تا وفات قاضی بدرالدین این سیر فاش نگردد. قاری عباد گفت با شنیدن این سخنها اعلم چنان در هیجان افتاد که در یک جا آرام نشسته نمی توانست و کفهای دستانش را بر یکدیگر سخت می مالید و در وقت مالش دادن کفهایش به طرف راست و چپی خود پیچ و تاب می خورد. گاها کفهای دستش را به سری سینه و دل خود مالش می داد و گاها سری سینه و دل خود را زیر کرده می ایستاد، گویا که دلش از خانه‌اش برآمده رفتن می خواهد و او می خواهد نگاه دارد. من می ترسیدم که عجب نیست از خرسندی شادی مرگ شود. عاقبت قدری آرام گرفت و از من پرسید تو 10 داری؟ نه، من همین سال به تو 10 می دهم. من امسال 10 نمی گیرم
گفتم با آهنگ قطعی لیکن آرامانه. چرا؟ با آهنگی تعجب پرسید اعلم. زیرا شما شاگردانی دارید که 15 سال باز در پیش شما درس می‌خوانند و هنوز 10 نگرفتند. اگر شما به من که شاگردی 15 روزه ام 10 دهید، گپ و حرفی بسیار می شود، هم به شما و هم به من ضرر می کند. جناب عالی که اختیاری 10 را به دست من می دهند، من حق دارم که به هیچ کدام شاگردانم نداده از کوچه طلبگاران را آورده هدایه را نقص می دانند، گویان به آنها 10 دهم و هیچ کس حق ندارد که کاری مرا پرسکاو و بازخواست کند، گفت اعلم و علاوه نمود. البته تو در روزی 10 دهی در اینجا حاضر باش. من به تو کتاب داده، از امتحان گذرانیده، حیله شرعیش را درست کرده به تو 10 می دهم. نمی شود، گفتم من و علاوه کردم. من هدایه را هیچ نخواندم و از بس که امسال نیتی 10 گیری نداشتم، مانند طالبان 10 اولهای فصلها و بابهای آن کتاب را هم تیار نکردم. من بیهوده خود را در میان عامه مجروح کرده غلطانده رسوا نمی کنم. اگر سلامتی باشد سال آینده یا 2 سال بعد می گیرم. تو مسلمانی ساده بودی. من به تو کتاب می دهم و خود با مدرسانی که همان روز در پیش من در مجلس امتحان حاضر می شوند صحبت سر می کنم. کی می داند که تو کتاب خواندی یا نخواندی یا خطا خواندی؟ درست است که تماشابینان یا طالبان 10 عجب نیست که غلط خواندگویان غوغا بردارند، اما سخن آنها اعتبار ندارد، زیرا آنها آدمان خالص نیستند. خالص نبودن طالبان 10 معلوم است. تماشابینان باشند، آنها هم یا به بعض طالبان 10 طرف دارند یا مقابل. بنابراین سخنهای در دوره کتابخوانی فریاد کشندگان را در بازار تیز هم با یک پول سیاه هیچ کس نمی گیرد. قاری عباد گفت: با ناز و استغنای بسیار اعلم را منتدار کرده آخر راضی شدم که روزی کتاب دهی حاضر شوم و 10 گیرم. به همین طریقه ناگهانی در چشم طالبان 10 مانندی بلای آسمانی حاضر شده 10 را گرفتند. قاری عباد در آخر سخن خود گفت: من می دانستم که شمایان چند نفر شاعران از هوشیارترین آدمان همین زمان می باشید. من می خواستم که با شمایان دوستی نزدیک شوم و روباه بازی های خود را نقل کنم و نشان دهم که شمایان در یگان گوشه دفتر شعرهاتان نوشته مانیتان تا از ما یادگاری ماند و برای آیندگان عبرت شود و همراه من به گور نرود، چون که من این گپهای خود را به هیچ کس گفته نمی توانم. اگر این سیرهای من فاش گردد در زیر لگد و دندان خرگرگان محو می شوند. قاری عباد بعد از مقدمه در همان مجلس و بعد از آن در مجلس های دیگر درباره روباهوار مبارزه کردنش با خرگرگان بسیار واقعه ها نقل کرد، اما هیچ کدام آنها قابل به عامه پیشکش کردن نبودند، چون که همه آنها شخصی بودند، همگی به منفعت خودی روباه بازی کننده نتیجه می دادند. فقط همین قدر را اثبات می کردند که کلانان آن زمان مانند خر، احمق باربردار و مانند گرگ در رنده خونخوار بودند. نقل نمودن تنها یک روباه بازی که قاری عباد در وقت اشتراک کردنش در یک سیاحت ما کرد مناسب دیده شد.
هرچند نتیجه این واقعه نیز شخصی بوده به عامه دخل نداشته باشد هم برای اثبات تعبیری بالا خرگرگان بودن کلانان آن زمان و با آنها مبارزه کرده فایده برده توانستن روباهان یک دلیل دیگر می شود. هرچند واقعه دهیکگیری قاری آن تعبیر و توصیف را به خوبی اثبات می کرده باشد هم عجب نیست که بعضی خوانندگان آن واقعه را تصادفی گمان کنند، وقتی که در پهلوی وی واقعه زیرین که نویسنده این سطرها به چشم خود دیده است آورده شود، مثال دو شده خراکتری عمومی پیدا می کند. سیاحت مخدومان ساخته. یک سال ما در اولهای ماه سپتامبر در صحرا سیاحت کردن خواستیم. مقصد اولی از این سیاحت هوای تازه‌گیری، خربزه و انگورخوری بود که در صحرا فراوان بود. در این ضمن دیدن دیهه سوخت که حوری بابای پدری و خویشاوندان احمد دانش در آن دیه واقع است و دیدن دیهه قاطیان که باششگاه سازندگان و خویشاوندان قاضی قربانخان فطرت می باشد، هم در آنجا احمد دانش در اثنای سیاحت‌های صحراش هر سال رفته روزی چند می ایستاد، در مقصد ما داخل بودند. موافق این مقصدها راه گردش سیاحت ما از بخارا، وابکند، دیهه سوخت، قاطیان و از آنجا خیزدوان و دیهه خویشاوندان من بعد از آن وغانزی و بخارا بود. رفیقان سیاحت ما مرزا عبدالواحد، حامد خواجه مهری، میر عبدالقادر بیتل، از علاقمندان حامد خواجه قاری سعدالله نام کسی و من بودم. از کجا باشد نیت سیاحت صحرا داشتنی ما را قاری عبادی تکی زندانی شنیده پیش ما آمد و همراه بردن خودش را التماس کرد. ضررم به شمایان نمی رسد، خرج را برابری دیگران می دهم. عجب نیست که در تشکیل کردن تماشاها به شماها فایده هم رسد گفت. ما قبول کردیم و همین طریقه رفیقان سیاحت ما 6 نفر شدند. برای سواری ما یک فایتون کلان 2 اسبه کرا کردیم. قاری عباد برای خود یک اسب یافته آمد. اولی پگاه از دروازه امام شهر بخارا برآمده راست به طرف وابکند رفتیم. در 2 کیلومتر از وابکند به طرف شهر در رفتن به طرف دست چپ راه کلان و کنارتر از آن دیهه‌ای هست که وی را کافررباط می نامند و در اینجا یک آشنایمان باغی داشت که منزل یکم را در آن باغ کردیم. این دیهه و ارباب آن در باب دعای نجات رمنی داخونده تصویر یافته است. شما گفتار 114 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.